در زندگی، در جامعه اتحاد، همدلی، یکدیگر فهمی خیلی چیزی مهم است. بعضی وقتی که این چیزها مشاهده نمی شود انسان خیلی دلگیر می شود، روح افتاده می شود. کاش انسان ها از انگشتان دست یاد می گرفتند، یکی کوچک، یکی بزرگ، یکی بلندتر، یکی قویتر، یکی ضعیفتر، اما هیچ کدام دیگری را پس نمی زند و هیچ کدام به دیگری تعظیم نمی کند. آنها کنار هم و یک دست کامل می شوند و می توانند کارهای خوب را انجام دهند. برای انسان ها اگر از کسی بالاتر بودند او را پست می زنند و اگر از کسی پایینتر بودند او را می پرستند. ما باید با هم باشیم، کنار هم. نه کسی از کسی بلندتر است و نه کسی خداست و نه کسی از کسی پایینتر. ما مکمل همدیگر هستیم. ما نفری هستیم که یکدیگرمان را پوره میکنیم. در صورت متحد بودن یک جامعه متمدن را تشکیل میدهیم. وقتی که متحد هستیم، وقتی که ما مکمل همدیگر هستیم، در این صورت لذت یک دست بودن را ما احساس میکنیم، درک میکنیم و وضعیتی که این روزها با یکی ما معلوم است بیشتر متحد بودن را تقاضا میکند، اتحادی را تقاضا میکند و بیشتر تقاضا را میکند که ما پهلوی هم باشیم، کنار هم باشیم، یکدیگر فهمی را براهمونیم، همدل باشیم و محض این عامل ها است که مردم ما میتوانند مشکل ها را همدلانه پس سر میکنند و امید میکنیم که در این لحظه ها نیست، در چنین فرصت نیست، مردم ما اتحاد بودن رو، متحد بودن رو، همدل بودن رو فراموش نمی کنند و در کنار هم، در پهلوی هم با یکدیگر فهمی در هم بستگی مبارزه میبرند تا توانند این مشکل ها رو پس سر کنند. باقی خدا همراهتان.